هموطنان عزیز، امروز برای جمهوری تاجیکستان و مردم صلح‌پرور جهان روز تاریخی و خاطرمان می باشد. دیروز تشبث نو تاجیکستان تحت عنوان 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سالهای 2027-2036 با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد قبول گردید. به مناسبت این رویداد تاریخی مردم صلح‌پرور کشور را صمیمانه تبریک میگویم. همچنین به همه کشورهای دوست، شریکان و سازمانهای بین المللی که پیشنهاد تاجیکستان را جانبداری کردند و به قبول این قطعنامه مهمی مجمع عمومی سازمان ملل متحد مساعدت نمودند، سپاس عمیق ابراز می‌نمایم. قطعنامه ضرورت تحکیم فرهنگ صلح، پیشگیری کردن نزاع‌ها، تقویت تحملگرایی، همدیگر فهمی و گسترش گفتگوی تمدن‌ها را در جامعه جهانی همچون زمینه زندگی شایسته نسل‌های آینده تأکید می‌نماید. سند مذکور از همه دولت‌ها دعوت می‌نماید که در راه رسیدن به صلح پایدار و ارزگذاری به آن در همه سطح‌ها از عائله، جامعه، کشور و منطقه تا مناسبت‌های بین المللی تلاش ورزد. وابسته به این ما باید در نوبت اول به نورسان و جوانان که سازندگان جهان فردا می باشند آموزانیم که صلح تنها نبودن جنگ نیست. صلح فرهنگ است. صلح مسئولیت است. صلح احترام به شأن و شرف انسان است. صلح تأمین نمودن عدالت و امکانیت‌های برابر برای همه انسانیت است. از این لحاظ سرنوشت نسل‌های آینده به تصمیم‌هایی که ما امروز می‌گیریم وابسته می‌باشد. ما وظیفه داریم از خود جهان به میراث گذاریم که در آن نسل‌های آینده انسانیت در فضای صلح و آرامی امکان همزیستی، رشد و همکاری را داشته باشند. در رابطه با این ما چنین می‌شماریم که حل همه گونه مشکلات جهانی تنها از راه مکالمه و همکاری سازنده امکان پذیر است. همدیاران گرامی، برای تاجیکستان موضوع صلح تنها یک مسئله روزنامه‌ای بین المللی نیست. مردم تاجیک در طول تاریخ چندین هزار ساله خود همچون میراثداران تمدن آریایی ارزش‌های همزیستی آسایشته،
تحملگرایی و گفتگوی تمدن‌ها را حفظ کردند و گرامی داشتند. باید گفت که کشور ما در سالهای اول استقلال با داشتن چنین ارزش‌های بزرگ میراثی به گرداب جنگ تحمیلی شهروندی کشیده شد. این جنگ به اقتصادیات و اجتماعیات و رشد عمومی دولتمان ضربه دهشتناک وارد کرد. ولی ما به شرافت خیرد ملی و فرهنگ صلح‌پرورانه مردممان توانستیم از ورطه جنگ رها یافته روند دولت سازی معاصر را آغاز نماییم. در نتیجه سعی و تلاش‌های زیاد، صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی در دیار ما برقرار گردید و به پایه اساسی رشد من بعده کشور تبدیل یافت. یعنی صلح و آرامی و ثبات کامل سیاسی که امروز در کشور ما حکم فرماست و آسانی به دست ناآمده است. پیشرفت در همه ساحه‌های اقتصاد ملی، علم و معارف، تندرستی و فرهنگ و حفظ میراث تاریخی و فرهنگی، اینچنین نقش فعال در حل مسائل جهانی از جمله روزنامه بین المللی آب و حفظ پیریخ‌ها دستاوردهای می باشند که ما به آنها از برکت صلح و ثبات میسر گردیدیم. قابل ذکر است که سرچشمه پیشروی و تشبس‌های ما ارزش‌ها و عنعنه‌های دیرینه همزیستی آسایشته می باشد که در جامعه تاجیکان از زمانهای خیلی قدیم تشکل یافتند. سرزمینی که در مرز فرهنگ‌ها، زبان‌ها و عنعنه‌های گوناگون قرار داشت. در طول زمان با چهارراه‌های همزیستی و همکاری، تحملگرایی و ارزش‌گذاری به زبان و فرهنگ و عرف و عادت‌های همدیگر تبدیل یافت. محض همین میراث غنی فرهنگی که در دامن تمدن آریایی تشکل یافته است، امروز برای پیشبرد تشبس‌های صلح آفرین تاجیکستان در سطح بین المللی زمینه استوار فراهم آورده است. در این زمینه با ابتکار تاجیکستان و دستگیری کشورهای همفکر سال گذشته در کنفرانس جنرالی یونسکو قطعنامه استوانه کروش، اعلامیه ابتدایی حقوق بشر و گوناگون رنگی فرهنگی قبول گردید که از ریشه های عمیق تاریخی ارزش‌های صلح و همدیگر فهمی در تمدن باستانی اجداد ما گواهی می‌دهد. مسلم است که تاجیکان همچون ملت فرهنگی
و دیگر مردمان فارسی زبان در رشد علم و معرفت و تمدن جهانی سهم سزاوار گذاشتند. زمینه‌گذاران این گنجینه نهایت ارزشمند عالمان و فیلسوفان، شاعران و نویسندگان و متفکران بودند که میراث نادر و کم نظیر آنها از وسیله های پیشبرنده علم و فرهنگ انسانیت محسوب بیابد. همدیاران گرامی، در این لحظه های خاطرمان ما و شما همچنین در عرفه باز یک جشن دیگر، روز وحدت ملی که یکی از بزرگترین دستاوردهای ملت تاجیک در دوران استقلال دولتی می باشد قرار داریم. کل مردم شریف تاجیکستان و هموطنان برون مرزی ما را با افتخار این جشن نیز صمیمانه تبریک میگویم. امسال روز وحدت ملی که رمز پیروزی، صلح و آرامی، ثبات سیاسی و کفالت رشد بی‌سابقه کشورمان می باشد، در دوره آمادگی به جشن بزرگ و مقدس 35 سالگی استقلال دولتی برگزار می گردد. روز وحدت ملی در تاریخ نوین دولتداری تاجیکان صحنه واقعاً سرنوشت سازی به هم آیی و سرجمی ملت تاجیک و رسیدن به صلح و ثبات پایدار می باشد. ما مردم تاجیکستان ارزش بی‌بهای نعمت صلح و ثبات و وحدت و همدیگر فهمی را زمان درک کردیم که مخالفت‌های شدید سیاسی و جنگ تحمیلی شهروندی را از سر گذرانیدیم. بنابراین مردم ما دهشت و فاجعه های جنگ تحمیلی شهروندی ابتدای سالهای 90 عصر گذشته را هرگز فراموش نمی کنند. لازم به یادآوری است که خشت اول بنای صلح و وحدت ملی ما هنوز در اجلاس 16 تاریخی و تقدیرساز شورای عالی کشور گذاشته شده بود. محض به شرافت صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی در کشورمان زمینه با اعتماد حفظ استقلال دولتی و تمامیت ارضی تاجیکستان تازه استقلال گذاشته شد. وحدت ملی که غایه اساسی دولت نوبنیاد ما را تشکیل می‌دهد، شرط اساسی آرامی و آسایش مردم شریف کشور، مهمترین عامل رشد جامعه و عملی گردیدن تمام نقشه و تدبیرهای سازنده ما می باشد. امروز ما به خاطر بنیاد جامعه صفتاً نو تلاش داریم که با طلبات زمانه پیشرفت و دگرگونی ها جوابگو باشد و امکان دهد که مردم تاجیک و دولت تاجیکان
برابر جامعه متمدن جهان قدم گذارند و پیش روند. ما باید با مسئله بلند برداشتن سطح معرفتناکی جامعه و مخصوصاً نورسان و جوانان آموزش تکنیک و تکنولوژی های معاصر، رقمی‌گرانی، ذهن صنعی، آماده کردن کادرهای سطح بلند کسبی و جوابگوی به طلبات زمان معاصر اعتبار اولین درجه و دائمی دهیم. در این روند یک نکته مهم را همیشه در خاطر باید داشت که بلند برداشتن سطح دانش و معرفت اهل جامعه مهمترین راه پیشگیری کردن جهالت و خرافات، تحکیم امنیت و ثبات و تامین نمودن پیشرفت و ترقیات دولت می باشد. برای رسیدن به این هدفهای نیک با ما پیش از همه و مهمتر از همه صلح و امنیت، وحدت و همدیگر فهمی و اتحاد و سرجمی ضرور است. در رابطه با این تأکید میکنم که خصوصاً در شرایط پر اختلاف و زود تغییر یابنده جهانی معاصر صلح و ثبات و همدیگر فهمی و همبستگی ملی اهمیت فوق‌العاده مهم دارد. قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سالهای 2027 2036 ما را وادار می سازد که به آینده با مسئولیت بیشتر نظر کنیم. وظیفه ما از آن عبارت است که ارزش‌های صلح، تحملگرایی، فرهنگ مکالمه و احترام و گوناگون رنگی را به نسل‌های جوان میراث گذاریم. تنها در همین صورت ما می توانیم جامعه بنیاد نماییم که در آن صلح و ثبات کامل، امنیت و نیک احوالی انسان برای سالهای زیاد تأمین گردد. ما نیت داریم که سال آینده در عرفه 30 سالگی روز وحدت ملی با مقصد آغاز بخشیدن به 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سالهای 2027 2036 در همکاری با سازمان ملل متحد و کشورهای شریک در شهر دوشنبه کنفرانس بین المللی سطح بلند را برگزار نماییم. با اطمینان کامل ابراز می دارم که مردم شریف تاجیکستان من بعد نیز به قدر و منزلت صلح و ثبات و وحدت ملی می رسند و برای حفظ این نعمت بی‌بها که عملی گردیدن نیت و آرزوهای نیک هر یک فرد جامعه از آن وابسته می باشد، باز هم بیشتر تلاش می کنند. با امید آینده آباد و آسوده تاجیکستان عزیز، همه شما همدیاران گرامی
و هموطنان برون مرزیمان را بار دیگر با افتخار قبول قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سالهای 2027 2036 و جشن فرخنده روز وحدت ملی صمیمانه تبریک گفته و هر یک شما سلامتی و سعادت و روزگار آباد و آسوده آرزو می نمایم. بگذار این قدنامه همچون سند مهم بین المللی به تحکیم دوستی و همکاری بین خلقها، گسترش فرهنگ صلح و بنیاد جهان امن و آسوده برای نسل‌های امروز و آینده مساعدت نماید. بگذار صلح و آرامی در جهان همیشه پایدار باشد و آینده بشریت بر پایه عدالت، همدیگر فهمی و همکاری استوار گردد. استقبال جامعه جهانی از تشبث صلحجویانه دولت صاحب استقلال تاجیکان و روز وحدت ملی مبارک باشد. هموطنان عزیز،